سلام و درود به پایان با کلی مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند تاپ خبرهای ورزشی را میگوید. رفتیم. از تربل سیتی و پایان فیلم آرزوهای میلیون ساله مخلصان کبودپوش شهر منچستر حرف میزنیم. روی سه جام چمپیونی از سه مسابقه فوتبالی گواردیولا به شهر ابوظبی امارات متحده عرب رفت و هر سه جایزه های خود را به رهبران باشگاه انگلیسی تقدیم ساخت. در واخری با شیخ منصور بن زاید آل نهیان در دربار قصر الوطن سرمربی دسته منچستر سیتی پپ گواردیولا همراه با اعضایان شورای دیرکتوران باشگاه دسته همه جام‌های به دست آورده باشگاه را در موسم جاری به نمایش گذاشت. یادآور می‌شویم که در تربل گواردیولا داخل می‌شود جام لیگ چمپیون‌ها، جام پرمیر لیگ انگلیا و جام انگلیا که بالاخره شاگردان این متخصص اسپانی به دست آوردند. در هفته صحبت گواردیولا از رهبریت باشگاه برای دستگیری همه‌جانبه و سرپرستی به واسطه اظهار منتداری کرد و گفت که تمام دستاوردهای دسته در نتیجه سخاوت پیشگی شیخ منصور به دست آمده است که طول این قدر سال تمام کارها را به سامان رسانیدند تا در لیگ چمپیون‌ها غالب گردند. گواردیولا همچنین به پولداران عربی وعده داد که دسته را در همین سطح نگاه می‌دارد و در چند ساله نزدیک در مسابقه‌های جهانی همین گونه جام‌ها را به دست می‌آورد. همین خیلی گفتن ممکن است که شیخ‌های رهبران منچستر به گروه پولداران با عقل شامل می‌شوند و شیخان رهبران PSG فقط در خواب جایزه‌های سیتی را آرزو می‌کنند. منتخب ازبکستان از گروه برآمد ولی تقدیر منتخب ما حالا هم ناروشن است و حتی زیر سوال می رود. ما دو بازی خود را تحت سرمربیگی پتر شگرد که با تاکتیکای تاجیکستان با پیش کارگزاری میکند دو بازی گروهی خود را مقابل ترکمنستان و عمان با نتیجه مساوی پس سر کردیم که این برای برآمدن از گروه بسنده نیست. دیروز در شهر تاشکند بازی‌های دور دوم مرحله گروهی مسابقه کاف نیشنز کاپ 2023 در گروه ای برگزار شد. منتخب ازبکستان که در آغاز مسابقه مقابل عمان با حساب 3-0 غلبه کرده بود دیروز با تیم ملی ترکمنستان اندر میدان رقابت شد و در ورزشگاه باشگاه بنیادکار با حساب 2-0 غلبه نمود. هر دو گل را در هیئت منتخب ازبکستان الدار شامورادوف به هدف رسانید و با این شماره گل‌هایش را در هیئت منتخب ازبکستان با 36 عدد برابر ساخت. در این برابر الدار شامورادوف بهترین نشانزن تاریخ فوتبال ازبکستان در هیئت منتخب ازبکستان اعتراف شد که از این پیش ماکسیم شاتسکیخ با 34 گل می‌ایستاد. بازی نوبتی منتخب ازبکستان مقابل تاجیکستان است که برای تیم همسایه کشور نتیجه بازی تماما اهمیت ندارد، اما برای شاگردان پتر شگرد 3 امتیاز مثل آب و هوا لازم است که در صورت باخت و یا مساوی ما امکانیت کمی اندر کم برای باقی ماندن در مسابقه را خواهیم داشت. حالا تاجیکستان چگونه اشاره نمودیم 2 امتیاز دارد و عمان 1 امتیاز دارد. همکنون در دور نوبتی روز 17 ایون تاجیکستان با ازبکستان و عمان با ترکمنستان اندر میدان رقابت میشوند که آنجا تقدیر راه یافتن به دور بعدی حل و فصل خواهد شد. اگر از همین مسابقه فوتبالبازان انتخاب کرده پتر شگرد با قول دو دست خالی برگردند دیگر اعتماد مخلصان مجازی این متخصص خرواتی تماما کاسته می شود. هنوز پیش از مسابقه در شبکه‌های اجتماعی مخلصان هیئت انتخاب کرده او را انتقاد می‌کردند و مثل که حدس و گمان‌های مخلصان در حال عمل شوی است. اکنون سوال عمومی شما از پتر شگرد چی را انتظار هستید؟ برای مودریچ یک قدم دیگر به جایزه چمپیونی نوبتی باقی ماند. نیدرلندها در آخرهای وقت اساسی انقدرش در دقیقه 96 از چنگال خرواتی‌ها نجات یافتند ولی در وقت‌های اضافی دردناکتر نسبت اول شکست خوردند. وقتی خرواتیا می‌خواست در وقت اساسی بازی همه چی را حل و فصل کند ولی در آخرین ثانیه‌های بازی نیدرلندها با گل دوم خود حساب را برابر کردند و داور به گرفتن وقت‌های اضافی اشاره نمود. 15 دقیقه دیگر میان دو تیم ابرقدرت اروپا رقابت شدید برگزار شد و در نهایت فوتبالبازان دسته خرواتیا 2 گل دیگر به دروازه شاگردان رونالد کومان روان کردند. خرواتیا اولین بار در تاریخ خود در فینال لیگ ملت‌ها است
یک خیلی گفتم که میگویی لیگ ملت‌ها از 100 سال شد برگزار می شود. این سومین فینال لیگ ملت‌ها است که همکنون خرواتیا یکی از فینالیست‌ها به شمار می رود. منتخب خرواتیا مودریچ 18 ایون امکان گرفتن جایزه فینالی را در روتردام با اسپانیا یا ایتالیا که همین شو معین می شود دارد. در 5 سال خرواتیا بار دوم است که به فینال بزرگترین مسابقه‌های جهان می بارد. سال 2018 فینال جام جهان و اینک فینال لیگ ملت‌ها اگر بازی نیم نهایی جام جهان قطر 2022 را به نظر بگیریم پس معلوم می شود که این دسته استوارترین در اروپا پس از فرانسه است و همه موفقیت‌های خرواتیا را استفاده وقت‌های اضافی متحد می‌کند. بازی‌های 120 دقیقه برای لوکا مودریچ و رفیقانش یک مرحله وقت خوشی معمولی به حساب می‌رود. بیاید از سال 2006 سر می‌کنیم. همان وقت مودریچ 12 بازی کرده است که در آن 9 تاش را در وقت‌های ایلوگی انجام داده است. خرواتیا در زمان‌های لوکا مودریچ از بازی‌های اساسی فقط در فینال جام جهان 2018 نیم نهایی جام جهان 2022 و مدال برنجی قطر 2022 به وقت‌های ایلوگی نرفته است. دیگر عنقریب همه بازی‌های پلی آف را در وقت‌های ایلوگی حل و فصل کردند. دلیل دیگر هم است که خرواتیا همه بازی‌های پلی آف مسابقه‌های اروپایی را در مرحله پلی آف و آن هم در وقت‌های ایلوگی باخته است. مثلا با ترکیه در سال 2008 با پرتغال در سال 2016 و با اسپانیا در سال 2020 نیز همین طور بود. اکنون پیروزی بر نیدرلند در دور نیمه نهایی لیگ ملت‌ها برای خروات‌ها اولین مرتبه است که در وقت اضافی کار را حل کرده به فینال میبرند. یعنی همان عنعنه معمولی خود را در این مسابقه نیز انجام دادند. گمانم آنها میتوانستند در وقت اساسی نیدرلند را از معرکه بیرون نمایند ولی به خاطر دو یا خود ایریم به وقت اضافی رفتند. اگر نمیرفتند ماماها ملال میشد. در نهایت ریال مادرید گزارش فوتبالباز جوان صاحب نام باروسیا جود بلینگهم را رسما تصدیق کرد. نیمه‌وقتگر باشگاه باروسیا دورتموند جود بلینگهم با دسته ریال مادرید شرطنامه همکاری بست. در این باره سامانه رسمی باشگاه شهر مادرید خبر داد. شرطنامه با فوتبالباز انگلیس تا تابستان سال 2029 به نقشه گرفته شده است. همین روز مراسم معرفی فوتبالباز نوخرید در مادرید برگزار شد و ازدحام زیادی مخلصان را به میان آورد. خبر داده شد که مبلغ انتقال فوتبالباز از دسته باروسیا 103 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. در موسم 2022-2023 بلینگهم در تمام مسابقه‌ها 42 بازی انجام داده با زدن 14 گل و 7 پرتافت گل‌آور دست یافته است. پورتال ترانسفرمارکت نرخ نیمه‌وقتگر را 120 میلیون یورو ارزیابی می‌کرد و شهامت ریال وادار کرد که نرخ فوتبالباز اندک کاهش یابد. خلاص این سال خط نیمه‌نهایی دسته آنچلوتی به حد دیوارهای چین مستحکم است. حالا بعد رفتن بنزما و مارکو آسنسیو نسبت خریداری حمله‌گر از جانب دسته شاهانه هیچ خبر و واضح نیست. از این برمی‌آید که تمام مسئولیت بر دوش نیمه‌نهایی‌گران وینیسیوس جونیور و رودریگو واگذار شده است. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.